وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت می‌خواهم به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی موضوعی مطرح کنم عبارت از ذبح برای غیر الله سبحانه و تعالی می باشد که حکم این از نظر شرعی چگونه است. چون امروزه ما این مشکل را متاسفانه در جامعه خود داریم و می‌بینیم. عده‌ای هستند که حیوانات را در زیارتگاه‌ها در نزد قبور برده و برای قربت و برای قربانی کردن در آنجا آنها را سر میبرند. عده دیگر حیوانات را در جلو روی افراد سر میبرند. مثلا وقتی حاجی از حج تشریف می آورد، وقتی عروس و داماد میخواهند به خانه بخت بروند، یا وقتی که شخصی مثلا داریم ما در بعضی از مناطق شخصی که از زیارت شرکی کربلا می آید، در اونجا جلو رویش حیوان را ذبح می کنند و حتی بعضی ها این حیوان را ذبح کرده و خونش را با پاهای این افراد می مالند. یا حتی بعضی افراد که ماشین یا موتر جدید برای خود می خرند، این حیوان را برده جلو این موتر یا ماشین ذبح می کنند و خونش را به این موتر یا به این ماشین می مالند برای قصد تبرک و برای قصد قربت این کار را انجام می دهند. با این وجود وقتی که ما این کارهای بدعت و این کارهایی که در آنها در واقع شرک وجود داره، حالا با اینکه چه نوع شرکی هست شرک وجود داره، لازم است که امت اسلامی حکم این موضوع را بدانند و بفهمند که این چه جایگاهی دارد از نظر دین مقدس اسلام، از نظر دین اسلام عزیز. اولا قبل از اینکه به آیات قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد بپردازیم، یک موضوع را باید بفهمیم و آن این که ذبح کردن وقتی انسان به او عقیده داشته باشد و آن را قصد قربت برای خودش تلقی بکند، بدون شک این نوع عبادت است. نوع عبادت است. قربانی کردن خودش عبادت، خاصتا قربانی کردن خودش عبادته. از کجا ما این موضوع را میگیم؟ از آیات قرآن عظیم الشان. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه انعام آیت 162 میفرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید ای پیامبر من بگو ان صلاتی، بدون شک نماز من، و نسکی، نسک من، قربانی من، که نسک به قربانی هم ترجمه شده، قربانی من، و محیای، زندگی من، و مماتی، مرگ من، لله رب العالمین، خاص برای پروردگار عالمیان است. الله سبحانه و تعالی برای پیامبرش یاد میده که این کلمات را بگو تا اینکه دیگران هم بفهمند که اینها خاصه الله است. این قربانی، این نماز، این زندگی، این مرگ، همه اینها خاص برای الله سبحانه و تعالی است.
و باید برای الله انجام بگیره و صورت بگیره. لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. برای الله شریکی نیست، برای پروردگار شریکی وجود ندارد که من به نماز خود ریا کنم و دیگران را شریک کنم، یا نماز خودم را برای دیگران بخوانم، قربانی کنم، قربانی خود را برای دیگران انجام بدهم. نه، لا شریک له، برای الله شریکی نیست و من برای الله شریک قائل نمی شوم، بلکه قربانی من برای الله سبحانه و تعالی است. زندگی من برای الله متعال است. این که پروردگار مرا زنده کرده این هم در دست الله سبحانه و تعالی می باشد و این که پروردگار سبحانه و تعالی، این که من بمیرم برای الله است، در راه الله سبحانه و تعالی می میرم. بعد در آیت دیگر در سوره مبارکه کوثر، در سوره ان اعطیناک الکوثر، الله سبحانه و تعالی میگه که فصل لربک وانحر، خاص برای الله سبحانه و تعالی نماز بخوان. فصل لربک، خاص برای الله نماز بخوان. وانحر، و خاص برای الله سبحانه و تعالی قربانی کن. پس بناهن معلوم میشه اولا این که این قربانی کردن، این کشتن حیوان به قصد قربت، این خودش عبادته و این عبادت خاصه الله متعال هست. اصلا همه عبادت ها خاصه الله هست. برای انسان مناسب نیست که یک عبادتی را که خاص برای الله سبحانه و تعالی است آن را برای دیگری انجام بدهد، برای قصد قربت برای دیگری انجام بدهد، بلکه این خاصه الله سبحانه و تعالی است. پس وقتی که این نکته را فهمیدید که این قربانی کردن عبادته، بعد از آن که عبادته، این عبادت خاصه الله متعال هست و باید خاصه الله باشه و باید برای الله انجام بشه، نه برای افراد دیگر. اما حکمش چیست؟ حکمش حرمته. فعلی که انجام میشه شرکه، اما حکم اون گوشت اون قربانی بدون شک این در واقع حرام می باشه. افرادی هستند که می روند حیوانات را در نزد قبور برای قربت، برای اینکه این مرده وسیله شود برایشان، این مرده وسیله شود برایشان، می روند این حیوان را در اونجا ذبح می کنند و گوشتهایش را به تعبیر خودشان صدقه می کنند، به تعبیر خودشان صدقه می کنند و به تعبیر خودشان در راه خدا می دهند. ما در اینجا بعضی از آیات قرآن عظیم الشأن را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت می کنیم. اول در سوره مبارکه مائده، الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده آیت سوم می فرماید حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. الله سبحانه و تعالی می فرماید حرام کرده شده بر شما، حرام شده بر شما، حرام شده بر شما گوشت حیوان خود مرده و خون مسفوحه، خونی که از حیوان خارج میشه در حین ذبح، خون مسفوحه، و همچنین گوشت خنزیر یا خوک برای شما حرام شده. در ادامه پروردگار سبحانه و تعالی می فرماید و ما اهل لغیر الله به، و آنچه که ذبح میشه و کشته میشه به غیر نام خدا، این هم حرامه. حتی پهلوی گوشت خوک قرار گرفته، پهلوی گوشت خوک الله متعال سبحانه و تعالی این نوع را قرار داده. در وقت کشتن حیوان یا علی نعوذ بالله، یا شیخ عبدالقادر گیلانی نعوذ بالله، یا فلان
یا فلان یا رسول الله مثلا نام غیر الله را بگیره، بدون شک این حیوان حرامه و این عمل کفر شرکه. و یا اینکه نام الله را بگیره اما در اماکن، در پیش بت‌ها، در پیش قبرها، در اینجا بکشه یک حیوان را، که ادامه الله سبحانه و تعالی میگه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل السبوع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب. آنچه که برای بت‌ها ذبح میشه. حضرات مفسرین میفرمایند که چگونه بوده که برای بت‌ها ذبح میشده. حیوانی را میگرفتن میبردن، مثلا 360 بت در داخل مسجد الحرام یا در داخل مکه در داخل کعبه بوده. پیش این بت‌ها این حیوان را در جلو روی اینها ذبح میکردن، با وجودی که نام خدا را هم میگرفتن. اگرچه نام خدا را هم بگیره اما چون در نزد بت‌ها، در نزد غیر خداوند خواسته قربانی بکنه و هدف آن وسیله شدن اینها به در نزد الله سبحانه و تعالی بوده، بنابراین این هم در حکم همین قرار میگیره. و الله سبحانه و تعالی در ادامه همین آیه میگه و ما ذبح علی النصب، آنچه که برای بت‌ها و یا آنچه که برای غیر پروردگار سبحانه و تعالی سر بریده میشه، نام الله گرفته میشه اما چون هدف چیز دیگری است. در زبان نام الله هست اما چون ذبح به خاطر کسی دیگر است، چون ذبح قصد قربت و نزدیکی برای این بت‌ها و برای این صاحب قبر و برای این فرد صالح می باشه. بنابراین پروردگار عزوجل این را از قسم گوشت حرام قرار داده و این را حرام کرده بر امت اسلامی و بر مسلمان ها که این کار انجام بدن. و همچنین پروردگار عزوجل سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره هم به این موضوع اشاره میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 173 میگه انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. الله سبحانه و تعالی بر شما گوشت حیوان خود مرده، خون مسفوحه، گوشت خوک بر شما حرام کرده و همچنین بر شما گوشتی را یا حیوانی را که و ما اهل به لغیر الله، به غیر نام خدا ذبح میشه، نام الله در او گرفته نمیشه بلکه نام افراد دیگر بر اون گرفته میشه و کشته میشه و اون حیوان ذبح میشه. این که نام هر فرد دیگر غیر از نام الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، این حیوان حرام میشه. گوشت این حیوان حرامه. حتی گفتیم که الله سبحانه و تعالی این را در پهلوی گوشت خوک قرار داده. بنابراین استفاده کردن از این گوشت حرامه. عجیبه بینندگان عزیز و گرامی. خودم با چشم خود دیدم فردی را که این کار را انجام داده، این عمل شرک را انجام داده. بعد از آن که این کار را انجام داده، این گوشت را، این حیوان را برده در یک قصابی گذاشته و آن را فروخته. و اون قصاب هم یا این که نمیدانه یا این که میدانه از خدا نمیترسه، این گوشت حرام را که در ردیف گوشت خوک قرار گرفته برای مردم میفروشه. حتی بعضی از این افراد وقتی که میخواهن این کار را انجام بدن، مثلا وقتی حاجی از حج میآید یا در جلو روی عروس و داماد، یا این که شخصی که از جای دیگر میآید مسافر است، حالا چند روزی نبوده، چند وقتی نبوده، نه به قصد این که گوشت خوری بکنن یا این که حیوان را ذبح بکنن برای مهمان ها، خب میتونه داخل خانه این کار انجام بده. فقط و فقط به خاطر تبرک و تعظیم این فرد حیوان را میآیند جلو روی این فرد میکشند، یک مقدار پولی برای قصاب میدهند، فقط میآید جلو روی این میکشه، پس همین حیوان را برداشته و میبره به دکان خود و برای مردم میفروشه. از خدا بترس، از خدا بترس. اولا خودت راضی شدی با این عمل شرک، بعد از آن عمل این شرک را تو انجام میدهی. درسته که دیگران از تو خواستند،
ولی تو این کار را انجام داده ای و انجام میدهی. و بعد از آن از خدا بترس، این گوشت حرام را به خورد مسلمان ها ندی. الله سبحانه و تعالی این را در پهلوی گوشت خوک قرار داده. گوشت حرامه، گوشت حیوانیه که حرام شده، نمیشه انسان از این استفاده بکنه، ولی برای مردم و به خورد مردم میدهند. این خدای نکرده جسارتی به برادرانی که قصابن نباشه، به برادرانی که گوشت فروشن نباشه. کسب و کار خوبیه. الله تبارک و تعالی همه را توفیق بده که کار بکنن، کار خوبیه، ولی نباید این کار در این کار تو چیز حرام جای بگیره. آیا فکر میکنی که این گوشت حرام به چند خانه میرود، چند نفر از این استفاده میکند؟ ولی متوجه باش به هر لقمه این گوشت حرام هر کس از آن استفاده بکنه گناهش به گردن توست. چگونه میخواهی از این پول حرام خودت میخوری، استفاده میکنی، فرزندانت، خانوادهت از این میخورن، استفاده میکنن، آن وقت انتظار داشته باشی که فرزندت هم فرزند صالحی به دنیا بیاید؟ یا این که خودت هم شاید انتظار داشته باشی که الله دعایت را قبول کند؟ مگر همچون چیزی امکان دارد که با گوشت حرام، با پول حرام انسان تغذیه شود، آن وقت انتظار داشته باشد که الله دعایش را قبول کند؟ پس این هم توصیه‌ای به برادران ما، چون بنده خودم دیدم متاسفانه این موضوع را، دیدم که افراد این کار را انجام میدهند. و آیات دیگری هم در این مورد هست که الله سبحانه و تعالی اشاره می کند بر اینکه این گوشت حرامه و این کار حرامه، که ان شاء الله بعد از یک میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی ادامه خواهم داد. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بله بینندگان عزیز و گرامی، قبل از میان برنامه در مورد ذبح لغیر الله صحبت کردیم که وقتی یک حیوان برای غیر نام خداوند یا در نزد بت‌ها و افراد و قبور برای قصد قربت کشته می شود صحبت کردیم. آیات دیگری هم در این مورد بینندگان عزیز و گرامی موجود هست. از جمله الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نحل آیت 115 می فرماید انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. الله سبحانه و تعالی می فرماید الله متعال سبحانه و تعالی حرام کرده و برای شما حرام شده، برای شما حرام است، حلال نیست. چی؟ المیتة، گوشت حیوان خود مرده، و الدم، لحم و خون مسفوحه، و لحم الخنزیر، و همچنین لحم الخنزیر هم همچنان از جمله چیزهایی است که الله سبحانه و تعالی آن را حرام کرده، یعنی گوشت خوک. و ما اهل لغیر الله به، و همچنین آنچه که برای غیر نام خداوند، برای غیر پروردگار سبحانه و تعالی ذبح میشه. چون گفتیم این عبادت و جایز نیست که انسان این عبادت را برای غیر نام خداوند و برای غیر الله سبحانه و تعالی به سبب دیگری آن را بکشه، بلکه وقتی قصد قربت داره شخص باید فقط و فقط هدفش الله باشه و بس. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت امیر المؤمنان علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت میکند، میفرمایند حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه از پیامبر علیه السلام روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن الله من ذبح لغیر الله. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 1978.
در این حدیث حضرت علی رضی الله عنه از پیامبر روایت میکنند که رسول الله فرمودند لعن الله، خدا لعنت کرده، لعنت پروردگار باد. برای چی کسی؟ من ذبح لغیر الله، کسی که ذبح کرده برای غیر نام خداوند، برای غیر الله. هدفش الله نبوده بلکه هدفش چیز دیگری بوده. یا در وقت ذبح نام الله را نگرفته، گفته یا علی، یا شیخ عبدالقادر گیلانی، یا فلان یا فلان، به هر حال نام ها اینها رو گرفته، نام هر کس که میخواه باشه. حضرت علی میفرماید رسول الله فرمودند لعن الله من ذبح لغیر الله، پروردگار لعنت کرده و لعنت الله باد بر کسی که به غیر نام خدا ذبح میکنه. اینجا را توجه داشته باشید بینندگان عزیز. لعنت خدا، نفرین خدا، دوری از رحمت الله بر چی کسی است؟ بر کسی است که برای غیر نام پروردگار ذبح میکنه. هدفش از قربانی و هدفش از کشتن این حیوان الله نیست، بلکه هدفش افراد دیگری هستند. این قربانی را به غیر نام خدا میکنه. لعنت پروردگاره. لعنت خدا چیز خوردی نیست بینندگان عزیز. نفرین الله بر این شخص او را تباه میکند، او را روسیاه میکند. ما اگر افرادی که مثلا احیانا نافرمانی پدر و مادرشان را میکنند، یا پدر و مادر احیانا به هر حال دعای بد میکنند به فرزندان خود که جایز نیست که همچون کاری بکنند، چون پیامبر علیه السلام میفرمایند که شما به اولاد خود دعای بد نکنید. حالا به هر حال دعای بد میکنند. این فرزند اگر فرزندی باشد که واقعا ذره فکر داشته باشد، ذره اندیشه داشته باشد، آرام نمیگیرد تا این که پدر و مادر را راضی کند، چون میداند که دعای پدر و مادر بسیار خطرناک است. و نفرین پدر و مادر، هر شخصی میترسه از نفرین پدر و مادر، اما اینجا نفرین الله، نفرین رسول الله است، پیامبر صلی الله علیه و سلم. بر چی کسی؟ بر کسی که ذبح لغیر الله میکنه، بر شخصی که این قربانی را در نزد قبور میبرد، بر شخصی که این حیوان را میبرد پیش قبر و در نزد قبر حیوان را ذبح میکند و میکشد، بر شخصی که در وقت کشتن حیوان نام غیر خدا را میبرد. بر این شخص لعنت خدا و لعنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و حدیث هم صحیح است. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، خواهر و برادرم، مواظب باش که شیطان از تو بهره نگیرد، شیطان از تو سوء استفاده نکند، چون شیطان در کمین است و از این راه ها بیشتر به انسان هجوم می آورد. شخص حیوان را برده در نزد قبر کشته، بعد خیلی هم خوشحاله و فکر میکنه بزرگترین عبادت انجام داده. حیوان را جلو حاجی صاحب میکشه، حیوان را جلو عروس و داماد میکشه، حیوان را حالا در جای دیگر میکشه، یا نام غیر الله را میگیره، خیلی هم خوشحاله، فکر میکنه کار خوبی انجام داده. مسلمان هم هست فکر میکنه کار خوبی انجام داده، یا این که نمیدانه یا این که میدانه و عمدن این کار شرک را انجام میده. پس بنابراین ای خواهر و برادر مسلمانم، آگاه باش. امروز افرادی هستند که میخواهند تو سیایی لشکر آنها باشی. این کار را انجام میدن چون در دین آنها و در روش آنها و در منهج آنها این کفر و شرک وجود دارد. اما من و توی مسلمان نباید این کار را انجام بدیم. مایی که میگوییم به قرآن ایمان داریم، خواندیم آیات قرآن را که قرآن اینها را منع میکنه، قرآن از اینها ما را باز میداره، میگی کار را انجام ندین، این کار حرامه، این کار شرکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم که مبلغ این قرآن هستند برای ما میگن این کار انجام ندین، این کار شرکه، لعنت خدا در پی داره، لعنت پیامبر را در پی داره، این کار انجام ندین.
با آن هم اگر یک مسلمانی بیاید بعد از این که این حرفا را شنید، بعد از این که این حرفا را فهمید، این کار را انجام بده، بدون شکی نمیتوانیم بر کامل بودن ایمان انسان و بر ایمان انسان اعتماد درستی داشته باشیم. حتما در ایمان انسان تزلزلی وجود داره، حتما در ایمان انسان کمی و کاستی وجود داره که او را باعث بر این میشه که با وجود شنیدن آیات قرآن، با وجود شنیدن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوباره به حالت عادی برمیگرده و همان کارهایی که قبلا انجام میداده انجام بده. الله سبحانه و تعالی برای من و شما توفیق عمل با آنچه که الله سبحانه و تعالی فرموده و رسولش صلی الله علیه و سلم برای ما دستور داده اند و برای ما منهج تعیین کردن الله متعال نصیب بکنه. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.